سلام به دانش آموزان فعال و پر انرژی پایه هشتم. به چنل مهلا انگلیش خوش آمدید. در این ویدیو یکی دیگه از نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هشتم رو با هم تحلیل و بررسی میکنیم. این نمونه سوال خیلی نمونه سوالیه که به معلومات عمومیتونم اضافه میکنه. میدونید که حل کردن نمونه سوال باعث میشه هم نقطه ضعف خودتون رو متوجه بشید، هم باعث تثبیت یادگیریتون میشه و سرعت عملتون رو بالا میبره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سوال اول: با توجه به تصاویر جملات صحیح را با علامت تیک و جملات غلط را با ضرب در مشخص کنید. Number 1: He is from Brazil. اولا که از نظر نگارشی جمله بسیار درست و بجاست. گرامر جمله درسته. چرا؟ چون در درس یاد گرفتیم که هر موقع from در جمله داشتیم بعد از from باید اسم کشور رو بنویسیم. خب این جمله از نظر گرامری درسته. اما آیا رونالدو اهل کشور برزیل هست؟ که خب این اشتباهه. پس ضرب در میزنیم. Number 2: She is British. این جمله هم از نظر گرامری درسته. فاعل برای فاعل she از فعل to be is استفاده میکنیم. فاعل she از فعل to be is استفاده میکنیم. British یعنی انگلستان. آیا او اهل انگلستانه؟ با توجه به تصویر پشت این خانم برج ایفل فرانسه است. پس اینم اشتباهه. اهل فرانسه هست و اهل انگلستان نیست. سوال بعد. Number 3: They live in England. اونها در انگلستان زندگی میکنن. خب این اشتباهه، چون ما نقشه ایران رو در اینجا داریم. نقشه ایران، پس اون گفته they live in England اشتباهه. علامت ضرب در میزنیم. Number 4: They are from Spain. اونها اهل اسپانیا هستند. خب تصویر رو نگاه کنید. بازم اینا اهل اسپانیا نیستن. اینم اشتباهه. از نظر نگارشی درسته، ولی از نظر معنای جمله با تصویر درست نیست. They are from Spain. گفتیم بعد از from اسم کشور رو می نویسیم که این از نظر گرامری جمله درسته، ولی از نظر تصویر اشتباهه. تصویر به اسپانیا، اهل اسپانیا نیستن. Number 5: He is from Iran. From در اینجا بعده. From باید چی داشته باشیم؟ اسم کشور رو باید داشته باشیم که اینجا درسته. این آقا اهل ایرانه و علامت تیک میزنیم. Number 6: She is Chinese. تصویر داره نشون میده که این خانوم اهل چین هست. بله اینم درسته. این خانوم چینیه. و سوال بعدی گفته بخش دوم مکالمه ها رو بخش دوم این سوال رو دقت کنید. مکالمه ها رو بخونید و پاسخ صحیح رو انتخاب کنید. Number 1: Where are you from؟ بچه ها گفتگو بین دو نفر هست. از کجا متوجه شدیم؟ A و B داریم در اینجا، یعنی دو نفر دارن با هم مکالمه انجام میدن. گفتگوی دو نفره. Where are you from؟ شما اهل کجا هستی؟ میخواد جواب بده من اهل مثلا اون کشوری که مد نظر هست. Spain یعنی اسپانیا که اسم کشوره. اینجا اسپانیا اسم کشور هست. برزیلیان یعنی برزیلی، این ملیته. و انگلند انگلستان، اینم که کشوره. انگلستان اینم کشور هست.
پس ما در جای خالی باید چی قرار بدیم؟ ملیت رو قرار بدیم. برزیلین. پس تنها گزینه‌ای که ملیت رو نشون میده گزینه B هست. Number 2. Is she Iranian? آیا او ایرانی هست؟ خب داره سوال میکنه که ملیت رو داره میپرسه. No, she is from. دقیقاً وقتی from رو میبینیم اینجا در جای خالی باید حتما از کشور استفاده کنیم نه ملیت. کدوم گزینه کشور هست؟ چاینا، چین میشه کشور. بریتیش میشه بریتانیای کبیر اور انگلستان و فرنچ هم که میشه فرانسوی. فرانسوی ملیت رو داره نشون میده در اینجا. پس تنها گزینه‌ای که کشور هست اینم که ملیت هست. اهل انگلستان ملیت رو نشون میده و تنها گزینه‌ای که کشور هست نامبر پارت A چاینا. نامبر 3. Is he. خب اینجا باید ملیت رو استفاده کنیم و در جواب گفته No, he's from India. ببینید اینجا بعد از from اسم کشور رو داریم، پس در اینجا باید ملیتش رو استفاده کنیم. میگه is he. حالا کدوم گزینه ملیت رو نشون میده؟ اسپانیش، اسپانیایی. فرانس یعنی فرانسه، کشور فرانسه. اسپین کشور اسپانیا، اینم کشور اسپانیا. ولی ما چی احتیاج داریم اینجا؟ به ملیت. کشور اسپانیا. اینجا باید گزینه‌ای که ملیت رو نشون میده علامت بزنیم و اسپانیش یعنی اسپانیایی. اسپانیایی گزینه‌ای که ملیت رو نشون میده پارت A هست. Number 4. Where are they from? اونها اهل کجا هستن؟ They're from. دقیقاً نکته‌ای که یاد گرفتیم from بعدش باید اسم کشور رو بنویسیم. کدوم گزینه اسم کشور میشه؟ ایندیان، هندی. این ملیت. جپانیز، ژاپنی. اینم ملیت. اسپین کشور اسپانیا، پس گزینه صحیح پارت C. Number 5. Are you. جای خالی باید چی استفاده کنیم؟ چون قسمت B جواب داده I'm from England. وقتی from رو در اینجا داریم بعدش اسم کشور اومده و ما در جای خالی باید از ملیت استفاده کنیم. بریتیش یعنی بریتانیایی. بریتانیایی. فرنچ فرانسوی و ایتالیان ایتالیایی. چون گفته کشور انگلستان پس میشه بریتیش، ملیتش میشه بریتیش. و سوال بعدی، بخش سوم، با توجه به تصاویر مکالمه ها را با یک لغت کامل کنید. is he. جای خالی چی بذاریم که جوابش بشه yes he is. آیا این آقا ایرانی هست؟ اهل ایرانه؟ is he Iranian. Iranian. Yes he is. Number 2. Are they from Iraq? آیا اونها اهل عراق هستن؟ خب تصویر برج ایفل فرانسه است. No, they are French. French یعنی اونها فرانسوی هستند. Number 3.
Is he from Is he from تصویر این آقا به کجا میخوره؟ ما از کجا میدونیم که باید چه کلمه ای رو اینجا استفاده کنیم؟ از پاسخ میتونیم به سوال برسیم. پاسخ مثبته. وقتی داره میگه بله اون هست، یعنی دقیقاً باید اون اهلیت این آقا رو در اینجا درست بنویسیم. این آقا اهل چین هست. Is he from China? China? Yes, he is. بله اون اهل چینه. Where are they from? اونها اهل کجا هستند؟ They from پرچم جمهوری اسلامی و ایران هست. They from ایران. بخش چهارم درک مطلبه. یه متنی به شما داده شده، ما باید متن رو بخونیم و درک و دریافت از این متن داشته باشیم که بتونیم به سوالها کاملا درست پاسخ بدیم. متن زیر را بخوانید و جدول را کامل کنید. She is Sandra Cage. She is from Spain. پس بچه ها ببینید اینجا نکاتی رو که ما به عنوان نکته اون جمله داریم میخونیم زیرش رو خط بکشیم خیلی راحت تر میتونیم به جواب برسیم. She is Sandra Cage. She's from Spain. Spain. پس اون اسپانیایی بوده. اسمش ساندرا کیج و اهل اسپانیا. She's 32 ساله است. She can speak. اون میتونه speak Spanish, English and a little French. میتونه صحبت کنه به چه زبانهایی؟ اسپانیایی، انگلیسی و کمی هم فرانسوی. او She lives in England now. اون اکنون بچه ها اینجا now رو داریم میبینیم یعنی اکنون. اون اکنون در انگلستان زندگی میکنه. She is a nurse. پرستاره. پس شغلش چیه؟ پرستاره. تصویرم ببینید همین جملات در مورد این تصویر صدق میکنه. فرست نیمش چی بود بچه ها؟ آفرین. ساندرا. جابش چیه؟ نرس. very good. N-U-R-S-E. ایجش چی بود؟ سنش چیه؟ 32. nationality ملیتش چیه؟ اسپانیایی. اسپانیایی. good. و تمرین آخر مکالمه امیر با تعدادی گردشگر خارجی رو بخونید و جملات را با نوشتن ملیت کامل کنید. ببینید بچه‌ها در جاهای خالی باید از ملیت استفاده کنیم. این A و B یعنی گفتگوی بین دو نفر هست. دو نفر کیا هستن؟ امیر با تعدادی از گردشگرهای خارجی. خب میگه های I'm امیر. امیر خودشو معرفی میکنه. سلام من امیر هستم. What's your name؟ اسم شما چیه؟ اون گردشگر خارجی چه جوابی میده؟ میگه I'm Ted. من تد هستم. دوباره امیر میپرسه میگه Where are you from؟ شما اهل کجا هستی؟ میگه I'm from England. اهل انگلستان هستم. What about your friends؟ دوستانتون چطور؟ This is Kate. میگه این کیته. She is from France. اون اهل فرانسه است. This is Franco. این داره معرفی میکنه میگه این دوستم فرانکو هست. He is from Italy. اون اهل ایتالیاست. This is Maria. و این یکی دوستم ماریا هست. She is from Spain. اون اهل اسپانیا هست.
خب حالا ما میخوایم ملیت هر کدوم رو در این جای خالی قرار بدیم. Ted is from England. He is British. British. B-R-I-T-I-S-H. Kate is from France. Kate اهل فرانسه است. پس ملیتش چی میشه؟ French. French. بچه ها اول ملیت ها رو همه رو با حروف کپیتال بنویسید. Franco is from Italy. He is Italian. Italian. Maria is from Spain. ماریا اهل اسپانیا هست. She's Spanish. Spanish. اهل اسپانیا هست. پس کجاییه؟ اسپانیاییه. اوکی دوستان عزیزم، از اینکه نکات مهم رو با دقت گوش دادید و خوب یاد گرفتید، برای تک تکتون آرزوی موفقیت در امتحانات رو دارم. اگه مطالب براتون مفید بود کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله مشکی هم فعال کنید. حتما نمونه سوالهای درسهای بعدی رو در این چنل برای همه خواهم گذاشت. لایک کنید و تو کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. اگه اشکالی داشتید در کامنت ها بپرسید. Thank you. You are the best. Good luck.